سلام رفقا، وقتتون بخیر. میخوام که چند تا راه واسه وصل شدن به اینترنت آزاد بهتون یاد بدم. چند وقت پیش یه استوری تو اینستا گذاشتم، قول دادم که یه ویدیو بگیرم راه مختلف اتصال به اینترنت رو بهتون بگم که وقت نشد تا الانم که دارم فیلم میگیرم با کامپیوتر دارم فیلم میگیرم، ولی صفحه گوشی منو توی کامپیوتر میتونید ببینید. این صفحه اصلی گوشی خودمه. تو گوشیم هم یه پروفایل جدید درست کردم، مثل یه گوشی تازه است که هیچ برنامه روش نصب نیست. الان من وارد گوگل کروم میشم، این بالا مثلا سرچ میزنیم youtube.com، ببینیم مثلا یوتیوب بالا میاره یا نه. یوتیوب که میزنی میبینیم که هیچ فیلتر شکنی رو گوشیم نصب نیست. اگرم فیلتر شکنی فعال رو ورک پروفایلم نصب نیست. خب حالا که یه گوشی تازه داریم که هیچی روش نصب نیست، چجوری به اینترنت دسترسی پیدا کنیم؟ تو گوگل پلی هم که نمیتونیم بریم. اول از هر کاری مرورگر کروم رو باز میکنیم و میریم تو وبسایت گیت هاب. نمیریم تو وبسایت، یه سرچ میزنیم، مینویسیم گیت هاب، ادامهش رو مینویسیم بی پس org. این پروژه بی پسه که مال یه دیولپر ایرانیه به اسم یوسف. من خودم تو توییتر پیدا کردم اینو، وارد پیجشون میشیم. خیلی خوب، این پروژه بی پسه. تو گوش اگه باز کنید همچین چیزیه. میایم پایین صفحه، قسمت پاپولار رپوزیتوریز، مثلا معروف ترینش همین آبلیوینه که ما میخوایم نصب کنیم. این قسمت آبلیوین رو میزنید، اینجا رو میزنید، صفحه این پروژه باز میشه. فیلتر نیست، کتاب و همینجوری بدون فیلتر شکنم میتونید وارد این صفحه بشید. خیلی خوب، روی اوبلیوین که بزنید این صفحه باز میشه. میخوایم بریم فایل APK رو پیدا کنیم، نصبش کنیم. پایین بیاین که این قسمت کویک استارت نوشته دانلود، میتونید اینجا بزنید و برید تو صفحه دانلود ها، یا میتونید بیاید پایین تر و خودتون قسمت ریلیس رو پیدا کنید و از اونجا دانلودش کنید. اینجا نسخه های مختلف برنامه رو بهمون نشون میده. تو قسمت ریلیس مثلا آخرین نسخه که اومده 209 که میبینید جلوش هم نوشته تست، روش داره تست انجام میشه. هنوز نسخه استیبلی نداده این برنامه که مثلا بگیم حتما کار میده و از این حرفا. این پایین تر قسمت asset ها، اینجا میایم با دو تا کد پایین که سورس کد برنامه است کار نداریم. این اپ ریلیس آن ساین رو دانلود میکنیم، اینه فایل APK میزنیم روش و منتظر میشیم که فایل دانلود بشه. خب دانلود anyway، میبینید که فایل در حال دانلوده. خیلی خوب، تا فایل دانلود میشه منتظر میمونیم. خب دانلود کامل شد، برنامه رو نصب میکنیم. منتظر میمونیم تا نصب شه. خیلی خوب، نصب که شد وارد برنامه بشید، با همچین صفحه روبرو میشید. چند تا چیز هست این وسط صفحه که واسه وصل کردن و قطع کردن فیلتر شکنه. بالا سمت راست تنظیمات رو میبینید که بعدا میایم سراغش. کنار تنظیمات لاگ برنامه است که اتفاقی که تو برنامه میفته رو به همون میگه. بعد این کنار هم میتونید اطلاعات برنامه رو داشته باشید، آپدیتی چیزی میده، از اینجا میتونید مستقیم به صفحه گیت هاب ابلیویون دسترسی داشته باشید. خیلی خوب، حالا اینجا ما میخوایم متصل بشیم. من با نت ایرانسل اومدم،
شما میتونید با همراه اول، وای فای، با همه چیز میتونید به این برنامه وصل شید. فقط گاهی وقتا یه مقدار طول میکشه، همونجوری که میبینید اتصال برقرار شد. الان میریم عقب‌تر، یوتیوب رو میخوایم باز کنیم. دفعه قبل که سرچ زدیم باز نشد، دوباره سرچ میزنیم ببینیم یوتیوب باز میشه یا نه. نت کنده منتظر میمونیم. خب برنامه که وصل شد، آدرس یوتیوب رو زدیم. یوتیوبی که قبلا بالا نمی اومد همینجوری که میبینید الان بالا اومده. بله، ویدیو اولا ویدیو آقای پوتک. خیلی خوب، دوباره برمیگردیم به برنامه. چند تا قابلیت دیگه داره این برنامه. الان آی پی ما تغییر نکرده و آی پی اصلی من رو نشون میده به تمام وبسایت هایی که بازی کنم یا برنامه. اگه اون برنامه ایران رو تحریم کرده باشن، با این فیلتر شکن نمیتونید وارد اون وبسایت بشید، مثل ادوبی. برای اینکه آی پی تون هم تغییر پیدا کنه، میتونید بیاید تو قسمت تنظیمات، تیک سایفون رو فعال کنید و اینجا یه خلاصه دو حرفی یه کشور بنویسید. من از مثلا آمریکا استفاده میکنم، US. به روز رسانی رو میزنیم، میریم عقب‌تر، وصل میشیم. اگه الان اتصال پیدا کنه، آی پی ما آی پی آمریکاست، چون نه تنها به وارپ بلکه به سایفون هم وصل شدیم. الان اگه بریم سرچ بزنیم آی پی خودمونو، مای آی پی می نویسیم تو گوگل، میخوایم آی پی خودمون رو ببینیم. What's my IP. خب میبینیم که جی پی اس گوگل مپس داره آمریکا رو نشون میده. اشبورن ویرجینیا یونایتد استیتس. الان ما آی پی مون به آمریکا تغییر کرد. خب میخوایم یه کشور دیگر رو تست کنیم. اینجا به جای یو اس می نویسیم آر او که مخفف رومانیه. لیست مخفف دو حرفی کشورهای مختلف هم میتونید تو خود وبسایت گیت هاب تو پروژه بی پس پیدا کنید. بهتون میگم از کجا میتونید اینا رو پیدا کنید. میخوایم ببینیم آی پی رومانی رو بهمون میده یا نه. فقط یه چیزی که بگم اینه که از این فیلتر شکن واسه ترید کردن استفاده نکنید، چون آی پیتون زیاد تغییر پیدا میکنه. سفر رو ریفرش کنیم ببینیم الان کجاییم. همجوری که میبینید داره کشور رومانی رو بهمون نشون میده. خیلی خوب، این از برنامه آبلیوین. حالا به هر دلیلی که این برنامه واسهتون نگرفت، راه حل بعدی که داریم اینه که از نکوباکس استفاده کنیم. نکوباکس چیه؟ نکوباکس یه برنامه‌ایه که تو گیت هاب به صورت اوپن سورس گذاشتن، یه فیلتر شکنه. اینجوری میتونید پیداش کنید و نصبش کنید. گیت هاب نکوباکس. خب صفحه بالا میاد وبسایت گیت هاب. همین نتیجه اول میزنیم. توجه کنید که باید حتما بالای صفحه اینو نوشته باشه ماتسوری دایو نکوباکس فور اندروید. این پروژه رسمی نکوباکس. لینک دانلود هم واسهتون میذارم. میایم پایین صفحه، میریم قسمت ریلیس ها. اینجا نوشته ریلیسز، نسخه 1.2.9. باز میکنیم صفحه رو و نسخه 1.3.0 هم اومده که هنوز پری ریلیس، امکان داره باگ داشته باشه. میریم پایین تر قسمت asset ها، این نسخه رو دانلود میکنیم. حالا شما میتونید نسخه های دیگه خودتون رو دانلود کنید بسته به سی پی یو گوشیتون. من الان نسخه X86 رو دانلود میکنم که نسخه یونیورسالیه، رو همه گوشه نصب میشه. دانلود anyway. میریم قسمت دیتیلز، منتظر میشیم که نکوباکس دانلود شد. دانلود که شد برمیگرده. خب برنامه نکوباکس دانلود شد. حالا جدا از این راهی که من بهتون آموزش میدم، not installed یعنی قضیه چیه؟ ظاهرا من نسخه اشتباهی دانلود کردم، نسخه V8 ای الان زدم دانلود شه.
منتظر میمونیم که دانلودش تموم شه. تموم که شد میزنیم برنامه رو نصب میکنیم. خب برنامه نصب شد، وارد برنامه میشیم. نکوباکس اصلی منو باز کرده، نمیدونم چرا. خب نکوباکس رو باز میکنیم. نکوباکس رو که باز کنید اول کار اینجوریه، هیچ سروری توش نیست، هیچ کار خاصی نمیشه باش کرد. کاری که ما باید بکنیم اینه که از قسمت تولز، از این قسمت چپ قسمت تولز، دوتا کانفیگ کلاد فلیر درست میکنیم واسه خودمون، نوشته generate configuration. این یکی، دومی رو میسازیم. این هم دوتا. حالا این کانفیگا به خودی خود وصل نمیشن. الان من اولی رو فعال میکنم، میبینیم که کار نمیکنه. چجوری این کانفیگا رو کار بندازیم؟ میایم این مداد کنار اسمشون رو میزنیم. اسم اولی رو میذارم 1، اسم دومی هم میذارم 2. خیلی خوب. حالا ما باید آی پی و پورت اینا رو تغییر بدیم به آی پی و پورتی که کار میکنه. آی پی و پورت هایی که کار میکنن و اینجا وارد میکنم من. خیلی خوب. برای اینکه آی پی رو تغییر بدیم، آی پی همین سرور میزنیم رو سرور، اینی که نوشته رو پاک میکنیم. اینو شما بنویسید تو برای چیز خودتونم، مهم نیست. آی پی کلاد فلیر، ما از طریق این آی پی به کلاد فلیر وصل میشیم. تو قسمت پورت هم 859 رو بنویسید. خیلی خوب. ذخیره تیک بالای صفحه رو میزنیم. برای که ذخیره بشه مداد که زدین تغییرات رو انجام میدین، اون تیک بالای صفحه رو بزنید. تیکو که زدید، کانفیگی که ادیت زدیم رو فعال میکنیم. این پایین صفحه میزنیم روش ببینیم کار میکنه یا نه. بله کار میکنه. میریم تو کروم، دوباره یه یوتیوب سرچ بزنیم ببینیم کار میکنه یا نه. youtube.com. میبینیم که یوتیوب رو دوباره باز کرد. برمیگردیم داخلش، میبینیم بازم آی پی مون تغییر پیدا نکرده. آی پی ما الان ایرانه. برای اینکه تو برنامه قبلی از سایفون استفاده کردیم، اینجا میخوایم از پراکسی چین استفاده کنیم. همون آی پی که تو کانفیگ 1 زدیم و اینو خاموش کنم، تو کانفیگ 2 هم پیست میکنیم. همون پورت هم میزنیم 859. یعنی الان ما با دوتا کانفیگ مختلف وارپ با یه آی پی کلاد فلیر داریم. اسمشون هم گذاشتیم 1 و 2. چجوری جفتشون رو با هم دیگه فعال کنیم که آی پی مون تغییر پیدا کنه؟ بهش میگن وارپ آن وارپ یا وارپ تو وارپ. همچین اصطلاحی جا افتاده تو ایران. همینجا اون این به علاوه رو میزنیم بالای صفحه. به علاوه رو که زدید به قسمت مانیوال ستینگ، تنظیمات دستی، پایین صفحه نوشته پراکسی چین. پراکسی چین رو میزنیم. اد پروفایل رو میزنیم، 1 رو اضافه میکنیم، دوباره اد پروفایل، 2 رو هم اضافه کردیم. تیک رو میزنیم که ذخیره بشه. الان یه پروکسی دیگه اینجا اضافه شد. اگه رو مداده بزنید نوشته که چه پروکسی های داخل این پروکسی هن. حالا اومدیم این دوتا رو گروه کردیم، وصل میشیم به این چین. چند لحظه طول میکشه تا وصل شه. خب وصل شد. پینگ هم که میبینید پینگ خیلی پایین، زیر 300. میریم تست کنیم ببینیم آی پی مون تغییر پیدا کرده از ایران یا نه. مای آی پی، نمیدونم چرا گوگل ارور میده. حالا 100% آی پی مون تغییر پیدا کردن بهتون اطمینان میدم. یه نکته واسه فیلتر شکن نکوباکس اینه که با همراه اول شما نمیتونید وصل شید. اگه همراه اول دارید از اون
برنامه قبلی استفاده کنید یا برنامه‌ای که بعد از این بهتون یاد میدم. فقط برای ایرانسل، وای فای و از این حرفاست. ADSL خانگی و اینا فیلتر نکردن وارپو، ولی یه همراه اول شدیداً فیلتر کرده. پیشنهاد اینه که خطتون کامل عوض کنید. یه کار باحال دیگه که با نکوباکس میشه کرد اینه که میتونیم یه کاری کنیم از فیلتر شکنمون واسه وبسایت ایرانی استفاده نکنه. تا حالا پیش اومده میخواید برید داخل دیوار، دیجیکالا یا هر برنامه دیگه ای، نمیدونم حساب بانکی، برنامه بانکی، میگه فیلتر شکن شما روشن است و ارور میده. چجوری داخل نکوباکس این ارور رو رفع کنیم؟ این سه خط بالای صفحه رو بزنید و برید قسمت راوت رو که بزنید چند تا چیز اینجاست که تیکه هیچ کدومشون فعال نیست. بیاید پایین صفحه نوشته IP rule for ایران، domain rule for ایران، تیک این دوتا رو فعال کنید. این تیک پایین مداده، اینو بزنید فعالش کنید. بالایی که جلوشون چینی نوشته شده اینا رو میتونید بگیرید بکشید به سمت چپ تا حذف بشن. اینا برای کسایی که داخل چین زندگی میکنن. دو تا گزینه دیگه هم هست که تبلیغات رو مسدود میکنن و گوگل آنالیتیکس یا هر وبسایتی که بخواد اطلاعات شما رو بدزده اینا رو محدود میکنه. من تیک این دوتا رو فعال میکنم. الان اگه فیلتر شکنتون رو روشن کنید و بخواید وارد مثلا وبسایت ایرانی بشید، دیگه اون ارور رو نمیگیرید. اگه وبسایتی ارور میده یا کسی نمیتونه بفهمه شما مثلا از ایران هستید یا از فیلتر شکن استفاده میکنید یا بخواد فیلتر شکن شما رو از کار بندازه و این حرفا. خیلی خوب. کار دیگه ای که میتونیم بکنیم برای اتصال به اینترنت اینه که از همین نکوباکس استفاده میکنیم، ولی نمیم دوتا کانفیگ وایرگارد داخل نکوباکس اضافه بکنیم که بتونیم با همراه اولم وصل شیم. میریم عقب‌تر و یه برنامه هست به اسم ترموکس. ترموکس رو باید رو گوشیمون نصب کنیم. بنویسیم ترموکس گیت هاب، اینم از گیت هاب نصب کنیم. صفحه گیت هابش رو باز میکنیم. این علامت برنامه ترموکس، میریم پایین تر نوشته ترموکس اپ، رو ترموکس اپ میزنیم، میایم پایین ترموکس اپلیکیشن. از اینجا دانلودش کنید. از گوگل پلی بهتره به نظر من، چون ترموکسی که تو گوگل پلی شدیداً محدودیت داره. میایم پایین صفحه کامل تا گزینه ریلیس ها رو ببینیم. توضیحات ترموکس چجوری استفاده کنید اینجاست. ریلیس 89 تا ریلیس داره. ما میخوایم آخرین نسخه شو که نسخه 118 شه اونو دانلود کنیم. میایم پایین قسمت asset ها و نسخه یونیورسالش رو دانلود میکنیم. نسخه یونیورسالش همینه که حجمش از همشون بیشتره، 101 مگابایت. خیلی خوب، دانلود ترموکس تموم شد. برنامه رو نصب میکنیم رو گوشیمون. خیلی خوب، نصب که شد. ترموکس تقریبا میشه گفت یه سیستم عامل لینوکسی که شما رو اندرویدتون نصب میکنید و خیلی به کار میاد. ترموکس رو باز میکنیم و کافیه که اینجا یه کد وارد کنیم. کدی که وارد میکنیم داخل خود پروژه بی پسه، همون پروژه‌ای که اول کار رفتیم، بی پس org گیتاب. پروژه بی پس رو که باز کنید میید پایین تر قسمت وایرگارد گو. وایرگارد رو که باز کردید میرید پایین تا ترموکس رو ببینید. ترموکس رو که دیدید ایناش یه کد پایینشه. این کد اگه روی این علامت بزنید کد کپی میشه. میبینید که کپی شد کد. برمیگردیم داخل ترموکس، پیست میکنیم کد رو و این علامت رو کیبوردمون میزنیم که میریم خط بعدی. بریم خط بعدی کد اجرا میشه. خب الان میبینیم که یه سری لیست آورده اینستال وارپ برای
CPU های ARM، حذف وارپ، تبدیل وارپ به وارپ پلاس. خب این همه به کنار، ما میخوایم یکو بزنیم اینستال وارپ. یکو میزنیم، دوباره این پایین این گزینه اینتر رو میزنیم. الان میشینه وارپ رو واسمون نصب میکنه و یه پروکسی به ما میده 127.0.0.1 روی پورت 8086. ما چجوری اینو اجرا کنیم رو گوشیمون؟ الان این فیلتر شکن رو ما رو ترموکس نصب کردیم. برای اینکه این رو گوشیمون اجرا کنیم میریم وارد برنامه نکو باکس یا ماتسوری یا هر برنامه که شما دارید، میشیم V2 ری، فرقی نداره. اینجا من از قبل اینو اضافه کردم، حذفش میکنم که بتونم به شما یاد بدم چجوری اینو اضافه کنید. خب به علاوه رو میزنید تو برنامه نکو باکس یا ماتسوری. به علاوه رو که زدید، گزینه منیوال ستینگ رو میزنید. منیوال ستینگ که زدیم این قسمت ساکس رو که بزنید یه سری اطلاعات از شما میخواد. اینجا اسمش رو میذاریم ترموکس VPN. خب سرور رو که خودش 127.0.0.1 داده، ما پورت رو باید تغییر بدیم 86 بخش اشتباه گفتم 8086. اینم اگه اینجوری ننوشته، قسمت سرورم اگه 127.0.0.1 نیست، شما اینو بنویسید. هرچی که نوشته بود به اینجا بنویسید 127.0.0.1. اوکی رو بزنید. این بالا تیک رو بزنید که پروکسی ذخیره بشه. خیلی خوب، پروکسی که ذخیره شد، شما اگه اینو الان فعال کنید، میخواد خود برنامه ترموکس هم تونل کنه که ترموکس دیگه نمیتونه به وارپ وصل بشه و یه پروکسی فعال به ما بده. باید بریم برنامه ترموکس رو از لیست برنامه هایی که نکو باکس یا ماتسوری دارن فیلترش میکنن برداریم. میریم قسمت ستینگ برنامه، میریم پایین صفحه نوشته Apps VPN مود. Apps VPN مود رو که بزنید، تیک بایپس رو میزنیم، میگیم از برنامه ترموکس رد شو. برنامه ترموکس رو فیلتر نکن، از فیلتر شکن استفاده نکنه واسه ما، تونل نکنین. اینو که فعال کردید میایید عقب و پروکسی که ساختیم رو فعال میکنید. ترموکس VPN بود. حالا ما اینو فعال میکنیم، میبینیم که بله با همراه اول هم کار میده. حالا من به وای فای خونه وصلم، یکم کنده. اینم از ترموکس. این سه تا راهیه که من معمولا استفاده میکنم با گوشی برای اینکه اینترنت وصل شم. برای وصل شدن با کامپیوترم ویدیو دیگه طولانی میشه، نیم ساعته دارم حرف میزنم اینجا. یه ویدیو دیگه میگیرم برای وصل شدن به وارپ یا هر فیلتر شکنی که رو سیستم عامل ویندوز کار میده. امیدوارم به کارتون بیاد. فعلا خداحافظ.